وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند خبر صادر شدن جنایت‌ها را نشر کرده است. وزارت می نویسد که در ناحیه خراسان با عریضه جوان 20 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 4 ینور سال 2021 تخمینا ساعت 20:00 شخصان نامعلوم او را لطوکوب نموده آشکارا از دستش 200 سامانی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی نوت 8 را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مردان 24، 30 و 47 ساله ساکنان جماعت دهات هلالی ناحیه خراسان با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در خبر دیگر وزارت کارهای داخله آمده است که به شعبه وزارت کارهای داخله یک در ناحیه رودکی با عریضه زن 48 ساله ساکن جماعت دهات چارگلتپه ناحیه مذکور مراجعت نموده است که شب 18 به 19 اکتبر سال 2020 شخصان نامعلوم با رای پنهانی به آقلخانه منزل استقامتیش در آمده از آنجا دو سر چارپای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 11,000 سامانی را تشکیل می دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مردان 26 و 49 ساله ساکن همین ناحیه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر شده. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. همچنین وزارت کارهای داخله درباره به هلاکت رسیدن پیاده‌گرد بر اثر حادثه نقلیاتی اطلاع می دهد. 8 ینور سال 2021 تخمینا ساعت 17:20 راننده автомاشین تمغه مرسدس اسپرینتر یوسف شهزاد مولانویچ سال تولدش 1988 ساکن ناحیه مشچو هنگام حرکت در کوچه ساختمانچی دهه زرنثار از حوزه اداره واسطه نقلیات پیاده‌گرد آرتق و سورنیسا مختاروونا سال تولدش 1951 ساکن شهر گلستان را پخش نموده است. در نتیجه آرتقبای و جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.